هواپیمای آواکس کره شمالی بر پایه ایلوشین 76 همونطور که گفتیم ساخته شده. یه هواپیمای ترابری قدیمی که حالا به یک پلتفرم راداری تبدیل شده. اطلاعات دقیق درباره مشخصات فنی این هواپیما هنوز جایی منتشر نشده، ولی با توجه به مدل‌های مشابهی مثل A50 روسی میتونیم یه تصویر کلی از اون داشته باشیم. این هواپیما احتمالاً مجهز به رادار آره فازی با برد شناسایی 300 تا 400 کیلومتر که میتونه ده‌ها هدف رو به صورت همزمان ردیابی کنه. این آواکس میتونه نقشه مرکز کنترل در آسمان رو بازی کنه، یعنی جنگنده ها و سامانه‌های پدافندی رو هماهنگ کنه و اطلاعات لحظه‌ای بهشون بده. در ارتفاع 30,000 پایه این هواپیما میتونه منطقه‌ای به وسعت صدها هزار کیلومتر مربع رو پوشش بده که برای نظارت بر شبه جزیره کره و حتی بخش‌هایی از ژاپن و چین هم کافی.